تو این جعبه بخشی از ژاپن نهفته، بخش خوشمزش. بریم با هم دیگه آنباکسش کنیم. konnichiwa minasan、テヘラン東京のアワです。今日は一番っていうレストランに来ています。ここはテイクアウト専門ですが、キッチンの中と食べ物の作り方を一緒に見ましょう。まずクリスピーヌードルの作り方です。すべての野菜を細切りにして炒めます。やばい。見てるだけでお腹が空いてきます。すごく可愛いですね。次、ご飯とハンバーグです。ハンバーグはハンバーガーと違うんですが、どちらも人気がありますよね。これはハンバーガーですよ。でもハンバーグはキャバターベイに似ていると思います。これ私のじゃないんですが、今度ぜひ食べてみたいです。最後、何だと思いますか？はい、餃子です。じゃあ、家へ食べに帰りましょう。皆さんは日本料理を食べたことがありますか？コメントで教えてください。どうぞ。دوستان من تا حالا واسابی نخوردم و واسابی خب یه چیز خیلی تندیه. میخوام الان این سوتو واسابی که اینجا هست کلش ندونم میمیرم اونجوری. چقدرشو بخورم؟ واقعا کل لاک میده واسابی. نمیفهمم چرا این از این خوششون میاد. مزه کلم میده، کلم تند. میترسم خوردش برم. تندش هم سری میره. رفت مثل لحظات شادی تو زندگی. اوشه یه اتفاقایی داره اینجا میفته. کی واقعا میخواد اینو بخوره؟ وای سلام. چقدر سخت بود خوردنش. جلو بوده دارم اینجا یه اتفاقایی میفته، ولی دهنم دیگه تند نیست. تندیش خیلی کوتاه بود. یکم از این بخوریم. این نودلش کریسپیه. میخواین نودل امتحان کنیم؟ من ازم اینو امتحان کنیم چون جدیده، واقعا جدیده. من که اینها نودل میخورم، این جدید بود برام. چگونه برداریم؟ دایجابو دایجابو دایجابو. من پرواز میکنم. وای خیلی خوشمزه است جدی. من اولین باری که سوشی رو امتحان کردم نتونستم کامل بخورم و اون سوشی من تو سفارت ژاپن خوردم. نتونستم حتی قورت بدم. البته الان خوشم میاد و اینم خیلی خوشمزه است. اینقدر خوشمزه بود. چی خوردی؟ سوشی. مثلا سوشی نمیتونم بدم. واقعا خوب بود. اصلا خوش طعمه. واقعا خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. چی داری میخوری؟ من اینو خیلی خوبه. فقط چرا 4 تاست بیشتر. اینا اون کاوایی که زحمت داشت میکشید چاپ چاپ میکردن. بتسکشی سس سویا و تابرو میکنیم. خوشمزه است. اینجوری نیستم که بگم اینو بگیرید حتما، ولی اونای دیگه اون سوشی که انتخاب کردیم یه جلبک خیلی ریزی داخلش هست، ولی اصلا بوی دیگه جلبک نمیده. یعنی اگه بوی جلبک اذیتتون میکنه، اون بوی آکواریوم، اون سوشی خیلی خوبه. این هم البته بوی آکواریوم نمیده. بوی غذا ماهی. خب بچه‌ها مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. من اولین تجربه‌مه که همچین ویدیویی درست میکنم و امیدوارم که حمایت کنید. قراره که چیزای مختلفی با هم دیگه تجربه کنیم و من اونا رو با شما به اشتراک بذارم که البته مربوط به این 3 تا زبانیه که توی آموزشگاه تهران توکیومون در حال تدریسه. اگه سوالی دارید توی کامنت ها بپرسید. زنگوله هر چیزی که هست رو روشن کنید و پیج تهران توکیو، پیج آموزشگاه زبان مجازیمون رو فالو کنید، دنبال کنید. تا ویدیوی بعدی ما تا
ちょっと待って。見てくれてありがとう。